یوگا چطورید بچه‌ها؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون. بچه‌ها امروز اومدیم بهتون یاد بدیم که چیکار کنید یه ذره این وضعیت تایمت خوردن و اینا یه ذره بهتر بشه و راحت‌تر بتونیم بازی رو پلی بدیم. خب بچه‌ها من اینجا اول یه تستم براتون میگیرم، داخل رنگ میرم، یه استارتم اینجا بدون ادیت هم براتون میذارم. یه ذره سرعت ویدیو هم سریع‌تر کردم که سریع‌تر بره. اینجا من بانت همراه اولم الان نشون میدم بهتون. من بانت همراه اول جواب این کاری که دارم بهتون میگم. یه برنامه باید نصب کنید و دو سه تا کارم توی خود بازی انجام بدید. هم بانت همراه اول، ایرانسل، وای فای خونتون. اینجا میبینید که راحت استارت شد و بعد چند ثانیه راحت الان وارد بازی میشیم. همین راحتی ما وارد بازی شدیم و بدون که هیچ تایماوت بخوریم. رنگ هارد پوینت راحت وارد شدیم. ببینید که پینگمونم بین 50 48 خوبه. اینجا با دور نشوندم میبینی که پینگم همراه اولی که اصلا بالا نمی آورد کالافا. الان میبینی که به راحتی بالا میاره همه چی و راحت میتونید بازی کنید. خب این از این بچه‌ها. بریم سراغ حالا آموزشی که چیکار کنیم بتونیم راحت اینجوری بریم داخل بازی و بازی کنیم. خب بچه بدون معطلی بریم سراغ آموزش. بچه شما توی گوگل سرچ کنین رادار پلاس. اینو که سیو کردین همین اولین سایت رادار بازی. این سایت خیلی خوبیه. این بالا سمت راست اینجا تست کیفیت هم میتونید بگیرید. اینجا سمت راست 3 نقطه رو میزنید. اینجا پایین نوشته رادار پلاس، براش مثبت. اونو که بزنید هم برای ویندوز داره هم برای اندروید. روی اندروید میزنید دانلود میکنه. حالا من دانلود کردم. برید داخل برنامه. اینجا اول روی اینجاست. بعد میزنید روی این سمت چپ پایین دی ان اس سرور. این که زدین این اولی خودکار روش هست، همین اولین دی ان اس. ولی ما با این کار نداریم. از دی ان اس شما میزنید یه اسم برای دی ان اس تون همینجوری میذارید الکی. حالا از انگلیسی بذارم همینجوری الکی. بعد اولیو میزنید 4.2.2.3. پایینیو میزنید 4.2.2.4. از دی ان اس که بزنید اینجا دی ان اس براتون میاد 423 4223 4224 واسهش هم نقطه میذارید. بعد به دی ان اس که وصل شدین اینجا کانکت میشه. میرید داخل بازی. یه دقیقه طول میکشه کانکت سرور. خب بعد ستینگ رو شما میزنید اینجا. این گزینه سوم مونده با آخری، 2 تا مونده با آخری. میزنید اینجا استریم مود. 6 بار اینو آف آن میکنه، یعنی آن آف آن آف آن آف آن آف. بعد یه بارم اینجوری میایم بیرون، دوباره وارد بازی میشین، بعد استارت میکنین. یه کار دیگه هم که میتونید میکنین دیگه مطمئن میشین که میرید داخل بازی، میرید تو همین قسمت لوگاف رو میزنید. لوگاف که زدید، وقتی که لوگاف رو زدین بازی براتون اینجوری میاد بیرون. الان من نتم خیلی ضعیفه، نت همراه اولم. اینجا لوگاف که زدین اینجا دوباره کال اف دیوتی رو میزنید. ایمیلتون که هست، رمز ایمیلتون رو که زدین، رمز رو بزنم. خب من بات نیستم. اینجا قبول کن ازمون. اینجا که دوباره وارد بازی میشین. بعد دوباره هم میتونید حالا یه بار دیگه هم حرکت استریم رو بزنید و تمام. و یه چیز دیگه هم مهم که بچه‌ها هر موقع رفتین توی دست دوباره اومدین بیرون، دوباره این حرکت رو بزنید. یعنی دوباره برید توی ستینگ 6 باره آف آن کنید، بعد دوباره استارت کنید. یعنی هر دستی که اومدین دیگه نمیخواد هر دست لاگ آف کنید، ولی هر دستی که اومدین از بازی اومدین بیرون یه بار اینا 6 بار آف آن کنید، بعد دوباره استارت کنید که 100% بختار بشه. این هم از آموزش درست کردن تایمر بود. امیدوارم به دردتون خورده باشه. بچه‌ها لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. پیس اوت.